بروسلی میگه هیچ وقت درباره خودت بد حرف نزن، حتی به شوخی. جسمت فرق بین شوخی و جدی رو نمیفهمه. کلمات انرژی هن و قدرت جادویی دارن، واسه همینه که بهش میگن طلسم کردن. طرز حرف زدن با خودت رو عوض کن تا زندگیت تغییر کنه. حرفهات به واقعیت زندگیت شکل میدن. آگاهانه حرف بزن. من در حال رشد هستم. من غیر قابل توقفم.